الحمد لله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظیم. به اجازه مولوی بزرگوار، استادان بزرگوار و شما جوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال هستم و خرسند هستم که در جمع قرار دارم که اینها امید و آرزو دارند که فردا علمبردار و پرچمبرداری توحید باشند. خیلی خوشحال هستم و ما هم شیفته چنین موضوعات و چنین جلسات هستم و از جناب مولوی بسیار تشکر میکنیم به خاطری که مولوی واقعا زحمت میکشه، واقعا تلاش میکنه و حتی ما یک بنیاد بنای بنیاد مدرسه داریم که از مولوی همیشه یاد میکنن و مولوی بسیار خرسند هستند که در راه دعوت و در راه باور ما کار میکنه و شما هم مسئولیتون این است که از این فرصتی که براتون دست داده خوب صحیح استفاده بکنید. و من موضوعی را که میخوام بحث بکنم بر همه همیشه چیز بوده دیگه، همه شنیده ایره، ولی ما بحث می است که ما میخوایم حرکت بکنیم، میخوایم کار بکنیم و مبارزه بکنیم و دعوت بکنیم. ما امروز در زمان و شرایط قرار داریم که اگر امروز با توپ و اسلحه بر ما حمله نمیشه، ولی ما در یک جنگ فکری قرار داریم و در یک مبارزه رسانه‌ای قرار داریم. امروز به شکل دیگری، به نوع دیگری بر علیه ما توطئه وجود داره. ما در برابر این توطئه و این دسته ها چه پلان داریم و چگونه حرکت بکنیم، این خیلی مهم است. مبارزه در باور و تفکر اسلامی یک امر میانتهی و خالی نیست، یک برنامه نیست که وجود نداشته باشه و بر اساس وهم و خیال باشه. یعنی مبارزه در تفکر دینی ما مشت زدن بر لبه تیز شمشیر نیست، یک چیزی است که بر اساس یک اصول و ثوابتی به وجود آمده که ما مکلف هستیم از او پیروی بکنیم. آشنایی با مفهوم مبارزه در مسیر مبارزه بسیار مهم است. ما هر کسی که با مفهومش و با باور و با ارزش مبارزش آشنا نباشه در مسیر مبارزه شکست میخوره بدون شک، چون ما تابع یک سری سنت ها و قوانین حاکم بر هستی هستیم که ما باید از این پیروی بکنیم، در غیر صورت نمیتونیم. ما باید بر اساس این سنت، بر اساس این قوانین حرکت بکنیم که شکل مبارزه را واقعیت ها و نیازمندی ها نوعیت و شکل مبارزه را تعیین میکنه. واقعیت ها در جامعه ما چیست؟ نیازمندی ها در جامعه ما چیست؟ این هست که نوعیت و شکل مبارزه ما را تعیین میکنه. به همین اساس داعیان حق در مسیر دعوتشان گاهی و زمانی فرا میرسه که جنگ‌های مسلحانه میکنن و گاهی هم زمانش میرسه که اینها از حکمت کار بگیرن و گاهی هم زمانش میرسه که آهسته گام برمیدارن. یعنی در مسیر دعوت تنها یک راه وجود نداره. فراخوان ما به طرف خدا بر اساس حکمت است، بر اساس موعظه و موعظه الحسنه است که این موعظه الحسنه با امو اسلوب حکمت شروع میشه و ما با جدالی که احسن است بر مردم فرا میخوریم به طرف خدا. چیز دیگری که در دعوت و مبارزه مهم است او این هست که خلوص نیت در مبارزه است. یک داعی برای چی کار میکنه؟ میخواد برای چه مبارزه بکنه؟ مبارزش برای چیست؟ آیا مبارزش برای خودخواهی، برای قدرت، برای سرمایه، پول، زندگی چی هست؟ در تفکر دینی ما مبارزه و خلوص نیت در مبارزه این هست که ما پرچمدار توحید هستیم و برای خدا کار میکنیم و آنچه که میخواهیم از خدا میخواهیم و ما از بشر چیزی نمیخواهیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این نیت ماست در مسیر دعوت و مبارزه ما. چیز دیگری که در مبارزه بسیار مهم است هوشیاری در مبارزه هست.
یک مبارز میفهمه که در چه شرایط قرار داره و دشمنی که در فراروی از این قرار داره با چه برنامه و با چه پلانی در برابر ایستاده است و زمان و مکان و نیازمندی های امروز از ما چی میخواهد، ما چی بکنیم، ما در برابر این توطئه و دسیسه چی داریم. این هوشیاری است. امروز بسیار جریانه های فعالیت میکنن، بسیار نیرو و انرژی ما امت مسلمان در جاهای مصرف میشه که نباید شود. ما امروز هدف ما یک است، همه خدا را میخواهند، ولی ما مشترکات داریم و اصولی را داریم که میتونیم کنار هم قرار بگیریم، کار بکنیم، فعالیت بکنیم. امروز بزرگترین انرژی ما برای از هم پاشیدن خودمان به مصرف میرسه. امروز شما شاهد اینه مبارزات رسانه‌ای هستین. امروز انسان‌هایی که در رسانه‌ها میاد، شما البته حتما میبینید، تماشا میکنید چی توطئه‌هایی بر علیه ما نیست که وجود نداشته باشه، با چی سخن‌هایی نیست که ما را امروز به عقب میگردانند، ما را از مسیری که افتخار تاریخی ماست به عقب برمیگردانند. پس ما باید در مسیر دعوتمان هوشیار باشیم و برای مبارزه‌مان و ما بفهمیم که برای چه مبارزه میکنیم، مبارزه ما برای چیست. پیامبر علیه السلام میگه که یک مؤمن دوباره از یک سوراخ گزیده نمیشه و این بسیار شرم و ننگ است برای ما امت مسلمان که یک قرن است که از یک سوراخ مکررن گزیده میشویم ولی تا هنوز به پا بر نخواستیم. فرصت های بسیار خوبی برای ما دست داده، زمینه بسیار خوبی برای ما مساعد شده و امروز این فرصتی که برای ما دست داده شده این حاصل خون 2.5 میلیون انسان است. در این سرزمین خونه های ریزانده شده، فرزندان یتیم شده، مادرانی به خاک کشیده شده، پدرانی به خاک کشانده شده تا ما امروز به اینجا رسیدیم. چیز دیگری که در دعوت و مبارزه بسیار مهم است استقامت است. استقامت در مبارزه یک امری است که باید داعیان راه حق این رو بفهمند. ما باید استقامت داشته باشیم در برابر ناهنجاری های جامعه، در برابر مشکلات. تو باز زیر بیاد داشته باش، وقتی تو دعوت میکنی و فراخوانت به طرف خداست با امید نداشته باش که مردم تو را استقبال بکنه و باز مردم تو را در روی چوکی‌ها و تخت‌ها بشانه و باز به تو احترام بکنه و تو هر چی گفتی قبول بکنه. چنین چیزی نیست. امام حسن البنا رحمت الله علیه مؤسس جنبش اخوان المسلمین میگه وقتی که داعی حرکت میکنه سر راهش گلها پاشیده نمیشه، سر راهش خاره ها وجود داره که باید از این خاره ها عبور بکنه. ما مشکل اصلا ما باید از این بنبست بگذاریم. ما باید این مشکلات پشت سر بگذاریم، با استقامت و با یک پایداری در برابر این اندیشه و تفکر شکل گرفته مبارزه بکنیم و ما بفهمیم هدف ما، حرکت ما برای چیست و مشترکاتی را که ما داریم با هم میتونیم در این مشترکات کار بکنیم چیست. وگرنه باز آنانی که چون مرغانی گم کرده آشیان، گاهی بر شاخ و زمانی بر شاخه دیگر، بیقرار و پرزنان پایین و بالا بی جهان، اگر آماج صیاد قرار نگیرند سنگ کودک هم بالشان را میریزاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و من والاه. تشریف آوری شما را به 6مین جلسه انجمن فرهنگی حدیقه القرآن خوش آمدید میگویم. به سلسله معرفی کتاب ها هفته قبلی کتاب معرفی نکرده بودیم و در این هفته هم کتاب هم نیست، یک رساله تقریبا 46 صفحه است از دکتر یوسف قرضاوی که ضروری است برای هر جوان تا اینکه این رساله را مطالعه کند. در حد یک مقاله است. در این مقاله به مسئولیت های مهم جوانان استاد قرضاوی پرداخته و مسئولیت های مهم یک جوان که در عصر حاضر که عصر اینترنت میگه بعضی مردم و بعضی مردم عصر تکنولوژی میگه، چی مسئولیتی بر یک جوان مسلمان واجب است یا چی مسئولیتی فراراه یک جوان مسلمان قرار دارد که 4 مسئولیت مهم اینا در این مقاله شان هر مسئولیت مختصرا با بحث گرفتن که اول مسئولیت فهمی درست از دین است که بعد هر جوان مسلمان
اولین کاری که میکنه فهم درست از این داشته باشه، یعنی دین به درستی بفهمه. و مابین کسی که زیاد در دین میکنه و یا کسی که زیاد در دین میکنه و یا کسی کم در دین میکنه، مابین از این هیچ فرقی قائل نشده. استاد قرضاوی به خاطری که میگه که قرآن کریم، آیت قرآن کریم است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ما دین برای شما تمام کردم. این دین نه کمی داره و نه زیادی، نه چیزی کم است که ما با او اضافه کنیم و نه چیزی اضافه است که ما با او از او کم کنیم. به این خاطر شده کسی که افراط میکنه و یا کسی که تفرید میکنه، هر دوش در یک صف قرار داره. و در بحث دوم مقاله، مسئولیت یک جوان باید با آنچه که فهم داره از دین یک فهم اصولی داره، باید به او عمل کنه، نه که در حد یک گفتار باشه که ما شما یک چیزی را بفهمیم و بعد دیگرها بگیم اما خودمون عمل نکنیم و اصلا کدام فایده ای نداره. و کسی که دعوت میکنیم و چیز در وجود ما و شما وجود نداشته باشه، طبعا که هیچ وقت او را قبول نمیکنه، میگه اگه باور کامل داشته باشه به این خودش عمل میکنه. و مسئولیت سوم یک جوان مسلمان دعوت به اسلام است. چه قسم در مرتبه اول فهمی درست بود، عمل بود، در مرتبه سوم چی است؟ دعوت است. تا اینکه ما دو پله را چی نرسانده باشیم، طی نکرده باشیم، نمیتونیم که در پله سوم که دعوت است قدم بگذاریم. و در راه دعوت مسئولیت دیگری که برای یک جوان مسلمان فرض هست، همکاری با دیگر دعوتگر است. همکاری با دیگر کسایی است که در راه دین، در راه اندیشه اسلامی دعوت میکنن. از مسئولیت های مهمی جوانان به شمار می رود که این کتاب 46 صفحه‌ای را میتونین از زیادتر کتاب فروشی شهر پیدا کنین. اگر یادداشت میگیرین، نویسنده دکتر یوسف قرضاوی و ترجمه یعقوب خوشخبر.